امروز ها بعض سوال ها در مورد تاجیکستان و قرقیزستان بعض سوال ها می شود و فکر میکنن که بین تاجیکستان و همسایه یگان نافهمی یا ناتنجی یا کشمکش یا یگان چیز هسته. این چیز وجود نداره و خریطه‌ای که در بین ما و بین همسایه هست او معلوم است. او همه جهان همه دنیای را میدانه و کمیسیه هم از روز 15 تا روز 18 یعنی ای دو طرف، ای طرف همسایه و ای طرف تاجیکستان کمیسیه عمل کرده است. کمیسیه با صلاحیت است و در اونجا همه آدم های سیاسی و فرهنگی هستند. ما دلمندپر است که این کار ما، این کمیسیه عمل کرده که امروز عمل کرده است نتیجه میده. در خوجند عملشون به انجام رسید، به یک موفقیت، به یک مثلا تنجی و آرامی و به دیگر فهمی کار به انجام رسید. امید داریم که در آینده این کار نتیجه میده، ثمره میده.